اینجا سوال دادن تماشابین ما، عایدی ترس از گمراه شدن میگفتید یا چرا بعضی آدم‌های صالح در آخر گمراه میشوند؟ بنابراین بعضی علما در کتاب‌هاشون گفتن که باب الخوف من الشرک، باب درباره ترس از شرک، یعنی مشروع هست که آدم شخص مسلمان باید از کافر شدن ترسد. بنابراین الله تعالی در سوره آل عمران دعای شخصان صالح را ذکر کرد که میگفتند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگارا لا تزغ قلوبنا، قلب‌های ما را گمراه نکن بعد اینکه ما را هدایت کرده. میترسیدند. حتی میگن حضرت ابوبکر رضی الله عنه هر روز در نماز شام در رکعت سیوم همین آیات را میخواندند، گمراه نگردیم گفتن. و حضرت ابراهیم علیه السلام امام موحدین، امام یگانه پرستا، پدری پیغمبرها میگویند که و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگارا من و پسرهایم را نگه دار که با بت پرستش نکنیم، یعنی از پرستش بت ما را نگه دار. یعنی این شرک است. نشود که ما رو سنگ یا درخت را عبادت کنیم. گفته از الله تعالی پیغمبر رو چنین دعا میکردن. حضرت یوسف هم توفنی مسلمان گفتن، پروردگارا مرا از این دنیا مسلمان وفات کنم، یعنی کار کن که از دنیا مسلمان وفات کنم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم حضرت انس میگن که بسیار دعا میکردن که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای ذاتی که قلب ها را به هر طرف میگردانی قلب مرا در دین خودت استوار گردان. یعنی این دعا دعای مهم است. هر یک بنده باید از این گمراه شدن بترسد، شب و روز الله تعالی هدایت پرسد. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. در 5 وقت نماز میگیم که پروردگار ما رو برای راست هدایت کن، نه برای آنهایی که غضب کردی و آنهایی که گمراه کردی. یعنی که این بسیار مشروع است. باید شب و روز انسان از الله تعالی دعا کند، التجا کند که الله سبحانه و تعالی بعد اینکه راه راست را برای ما نشان داد گمراه نکند. از الله تعالی هدایت میپرسیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.